توی قسمت نهم از فصل نهممون قصد داریم به تحلیل و مانیتورینگ کوئری های EF Core با استفاده از ابزارها و متدهایی مثل کوئری تگ و SQL Server Profile بپردازیم. توی پروژه های واقعی با پایگاه داده های خیلی بزرگ لازمه که ما بتونیم رفتار کوئری هایی که EF Core برای ما ایجاد میکنه رو تحلیل کنیم، اونها رو ردگیری کنیم و در صورت نیاز بتونیم اونها رو بهینه‌سازی کنیم. همونطور که مستحضر هستید توی EF Core به صورت خودکار میاد کوئری های لینک ما رو به کوئری های SQL ترجمه میکنه که توی بسیاری از موارد این کوئری هایی که ایجاد میشه سنگین و غیر بهینه هستش. پس ما باید بتونیم اول این کوئری ها رو تشخیص بدیم و پیداشون کنیم. علت کندی عملکرد سیستم خودمون رو اینجوری متوجه میشیم و میتونیم اون کوئری های زائد یا بدون ایندکس رو شناسایی کنیم، حذف کنیم و یا اینکه اونها رو بهینه‌شون کنیم. برای همینه که به مفهوم و مبحثی با عنوان کوئری تگ ها و پروفایلر نیاز داریم. بهتره که من وقت شما رو نگیرم، وارد نرم افزار ویژوال استودیو میشم تا یک پروژه جدید ایجاد کنم و این مبحث رو پیاده سازی کنیم. توی پروژه‌ای که توی قسمت‌های قبلی با نام EF Core Training ایجاد کردیم وارد میشم. برای پیاده سازی این قسمت نیاز به یک مدل داریم. من وارد پوشه مدل هام، پوشه انتیتی ها میشم. در اینجا کلیک راست از گزینه اد گزینه کلاسز رو انتخاب میکنم تا یک مدل جدید به پروژه خودم اضافه کنم. فرض کنید ما نیاز به یک مدل یا موجودیتی با نام تبلت داریم و میخوایم لیست انواع تبلت ها رو همراه با قیمت اونها بتونیم ذخیره کنیم و از اونها استفاده کنیم. پس نیاز به یک سری پراپرتی داریم. اولیش میتونه اینت باشه و من نامش رو آیدی میذارم. پراپرتی بعدی من میتونه required باشه از نوع استرینگ و نیم تبلت من یا برندش یا مدلش رو توی خودش ذخیره کنه. پراپرتی بعدی من هم دقیقاً مثل همون هستش، فقط مقدار پرایس رو داخل خودش ذخیره میکنه. حالا نیازی که به فایل دیبی کانتکست خودم برم. فایل دیبی کانتکست من داخل پوشه مدل ها و پوشه دیبی کانتکست هستش. نام اون رو من مای دیبی کانتکست گذاشتم. اینجا نیازه که دیبی ست اون رو اضافه کنم. میتونم توی این قسمت این کار رو انجام بدم. از مقدار بالایی کپی گرفتم. نام این رو باید تغییر بدم. میگم که از نوع تبلت هستش. همچنین به یک نام هم نیاز داره که خودش داره یک نامی رو پیشنهاد میده و این نام مناسب هستش. حالا میتونم عملیات مایگریشن رو انجام بدم. وارد منوی تولز، گزینه NuGet Package Manager و Package Manager کنسول میشم تا عملیات مایگریشن رو انجام بدم. اینجا وارد میکنم Add Migration. یک نام از من میخواد، یک نام بهش میدم. روی اینتر کلیک میکنم تا مایگریشن من رو ایجاد کنه. مایگریشن من رو با موفقیت ایجاد کرد. با استفاده از دستور Update Database تغییرات رو توی دیتابیس خودم اعمال میکنم. دستور Update Database هم با موفقیت انجام شد. روی پوشه کنترلرهای خودم میرم، کلیک راست از گزینه Add گزینه کنترلر رو انتخاب میکنم. روی گزینه سوم کلیک میکنم تا برای من کنترلرها رو همراه با اکشن ها و ویو ها ایجاد کنه. در این قسمت باید مدل کلاس خودم رو بهش معرفی کنم که نام اون تبلت هستش. در این قسمت دیبی کانتکست رو به خوبی شناسایی کرده. تیک این سه تا گزینه باید خورده شده باشه. نامش رو هم من میتونم تغییر بدم به تبلت کنترلر و روی گزینه اد کلیک میکنم تا اون رو برای من ایجاد کنه. کنترلر تبلت من هم ایجاد شده. اگه به یکی از اکشن های اون برم، مثلا اکشن ایندکس، شما اینجا یک کوئری EF Core میبینید. توسط این کد من کانتکست رو صدا زدم، به جدول تبلت ها متصل شدم، همه مقادیر رو دریافت کردم و تبدیل به یک لیستشون کردم. ولی این کد سمت SQL بی معنا هستش. در واقع EF Core میاد این کد رو تبدیل به کوئری های سمت SQL میکنه که توی SQL اون اجرا بشه. توی قسمت های از پروژه ما نیاز داریم ببینیم که توی سمت SQL چه کوئری برای ما ایجاد شده، آیا بهینه هست، درست کار میکنه یا نه. توی یک همچین مواقعی میتونیم از یک متدی استفاده کنیم با نام تگبیت که میتونیم به اون یک مقدار استرینگی بدیم. مثلا اینجا من براش وارد میکنم این تگ برای تهران آیتی هستش، برای کنترلر تبلت و همچنین اکشن ایندکس من هستش. به این صورت میتونم اون رو تگ گذاری کنم. البته اینجا بهتره که این فاصله رو هم بردارم. حالا برای اینکه ما ببینیم سمت SQL در واقع داره چه اتفاقی میفته، میتونیم وارد نرم افزار SQL Server Management بشیم.
وارد گزینه تولز بشیم و روی گزینه SQL Server Profiler کلیک کنیم. یک همچین صفحه‌ای برای شما باز میشه. میتونید روی این گزینه کلیک کنید New Trace. یک همچین صفحه‌ای میاد. میتونید براش مشخص کنید که به کدوم یکی از دیتابیس های شما متصل بشه و روی کانکت کلیک کنید. در این قسمت هم یک سری مشخصات میاد که ما با اونها کاری نداریم. روی گزینه ران کلیک میکنم تا این صفحه برای من باز بشه. حالا به نرم افزار ویژوال استودیو خودم برمیگردم و یک خروجی از پروژه خودم میگیرم. برای اینکه هر دو تا صفحه رو بتونیم راحت تر ببینیم بهتره که من به این صورت این کار رو انجام بدم. قبل از اینکه وارد کنترلر تبلت خودم بشم میتونم این گزینه رو روش کلیک کنم. گزینه کلیر هست تا این مقادیر برای من حذف بشه یا کمتر بشه. در اینجا مقدار تبلت رو وارد میکنم تا وارد کنترلر مربوطه خودم بشم. حالا میتونم توی این صفحه کلیدهای کنترل F رو بزنم و مقدار تهران آیتی رو سرچ کنم. اینجا به من وقتی که find next رو میزنم ارور میده، ولی کلید پایینی رو بزنم برای من حتما اون رو پیدا میکنه. و همونطور که مشاهده میکنید در این قسمت اومده اون تگی که من وارد کردم رو اینجا نوشته برای من و کدهایی که من نوشتم رو تبدیل به این کوئری سمت SQL کرده. از دستور select استفاده کرده. شما میتونید برای قسمت‌های دیگه هم این کار رو انجام بدید. مثلا من وارد نرم افزار ویژوال استودیو میشم. برای قسمت دیتیلز هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. اینجا اومده و یک تبلت رو داره بر اساس اون آیدی دریافت میکنه. اینجا میتونم از متد تگ-بیت استفاده کنم و برای اون یک مقدار استرینگی وارد کنم. مقدار تهران آیتی رو بهش میدم. میگم برای کنترلر تبلت من هستش و اکشن هم براش مشخص میکنم که اکشن دیتیلز هستش. مجددا یک خروجی میگیرم. وارد کنترلر تبلت خودم میشم. بهتر که یک فیلد اضافه کنم تا بتونم قسمت دیتیلز رو به خوبی ببینم. مثلا نام تبلت من سامسونگ هستش. یک قیمتی هم براش وارد میکنم. روی انتشار کلیک میکنم تا اون رو برای من اضافه کنه. حالا میتونم به قسمت دیتیلز اون وارد شم، ولی قبل از اون یک کلیر انجام میدم توی پروفایلر خودم و بعد این کار رو انجام میدم. اینجا کلید کنترل F رو میگیرم و مقدار تهران آیتی رو سرچ میکنم و همونطور که مشاهده میکنید اینجا برای من تگ رو پیدا کرده. تهران آیتی، کنترلر تبلت و اکشن دیتیلز و از دستور سلکت همراه با بر استفاده کرده تا بتونه اون تبلت رو بر اساس آیدی که من بهش دادم برای من پیدا کنه. همچنین توی این صفحه برای شما مشخصات و قابلیت‌های دیگه هم وجود داره، مثلا میزان استفاده از CPU، رم و موارد دیگه. و از نکات مهمش استارت تایم و اند تایم هستش که زمان شروع و پایان یک عملیات رو میتونیم توی این قسمت ببینیم و بر اساس این میزان کند بودن یا سریع بودن کوئری های خودمون رو مورد بررسی قرار بدیم. ممنون از اینکه این ویدیو رو مشاهده کردید.